با سوت پیام حیدری از این لحظه جدال حساس دو تیم آغاز میشه. پرسپولیس قرمز پوش در برابر آبی پوشان استقلال. اولین حمله هم پرسپولیس انجام میده داخل محوطه جرمی استقلال. توپو برمیگردونن و این ضربه از احمد نوراللهی که توپ به بیرون میره. 0-0 مساوی. ضربه سر رو میزنه در دفاع پرسپولیس. یه برگشت، قائدی رد شد، ضربه‌شو میزنه و گل! مهدی قائدی اولین گل استقلال میزنه. این دفعه توپ ناقص. قائدی اوه چه لایی زد به رسن، خدای من! و ضربه نهایی قائدی نگاه ها رو به محوطه جریمه و دروازه پرسپولیس دوخت. توپو فرستاد به قعر دروازه. لایی رو ببینید، رسن بد جایی واقعا باج داد و رادوشویچ نظاره‌گر مسیر عبور توپ بود. تونلی که باز شد نگم برات که چگونه این اتفاق و رقم زد قائدی. حالا پرسپولیس یه ارسال روی دروازه استقلال و ضربه سری که میزنن و توپ به بیرون میره. بشار رسن ضربه‌شو میزنه و توپش با اختلافی اندک به اوت رفت. حمله دست جمعی پسران آبی آغاز شد دوباره. حالا فرصت شوت زنیه و رادوشویچ دابل سیو. میارن به پشت محوطه جریمه. دیاباته در برگشت فرصت هست. تو اون شلوغی کاشتن ضربه عالی و رادوشویچ. حالا ریباند توپو به بیرون میزنه استقلال. پشت محوطه جریمه فرشید اسماعیلی مانور میده. حالا پاس داد برای شیخ دیاباته. خروج رادو میگیره توپو. رادوشویچ حالا میتونه پسش بگیره. اولین واکنش قرمزها بعد از تعویض. تو محوطه علی پور میزنه اما به اوت. وحید امیری میاره پشت محوطه جریمه. نعمتی سیامک نعمتی عالی زد. سید حسینی عکس العملش به موقع بود. یه ارسال روی دروازه استقلال. دفع توپ حالا برگشتش این شلیک بوم 1-1 مساوی. پرسپولیس به بازی برمیگرده. بمب افکن پرسپولیسی ها عقده گشایی میکنه در شروع نیمه دوم و اون لایه نیمه اول به فراموشی میسپاره. علی پور کاشت و این شلیک خدای من چشامونو باید بگیریم واقعا از شدت این ضربه و توپ و توری که یکی شد. اوف، توپ کجا رفت؟ نیمه نهایی جام حذفی 1-1 میشه. خود اوساگونا سانترش انجام داد. میلیچ از راه دور. اوساگونا خیلی ناامید کننده زد ضربه‌شو. حرکت دیگر از قرمزها. ترابی عالی میزنه اما در دو مرحله گرفت حسینی. قرمزها با بشار کورنر رو خواهند زد. او با پای راست این کار انجام میده و این ضربه سر که توپ به بیرون میره و علی پور این کار رو انجام داد. قرمزها فشار میارن. ارتش سرخ از جناح راست. فرصت هست. علی پور و گل دوم برای پرسپولیس. دوباره ببینیم کامیابی نیا. چه سانتر دقیقی. این لمس توپ و تمام. پرسپولیس ترسناک این روزها، ترسناک. تیمی که 4 قهرمانی پیاپی و جشن گرفته سیر نمیشه از فتح جام و داره میره دوباره به فینال اگه بتونه دووم بیاره. نعمتی و کامیابی نیا. این سانتر علی پور و تمام. بازم استقلال. یه سانتر بلند. فرصت. این ضربه سر مساوی. 2 ستاره ها برگشتن. استقلال 2 پرسپولیس 2. سانتری دقیق و دانشگری که پرواز کرد و گل مساوی رو زد. حالا دوباره همه چیز از نو آغاز میشه. باز هم معما میشه این نیمه نهایی. دانشگر بازی رو 2-2 کرده. استقلال دوباره به بازی برگشته. قائدی خوب هم حرکت کرد. خود قائدی به هم ریخت. پرسپولیسی ها رو برای دیاباته. نجات دروازه پرسپولیس رو شاهدیم. پرسپولیسی ها پشت محوطه جریمه پاس تو عمق میدن. علی پور میتونه پاس گل هم بده اما حسینی توپو مشت میکنه. اوت پرسپولیس. ریگی استقلال توپای بلند. دیاباته ضربه سر او و توپی که به اوت رفت. حالا این کار انجام میدن. دهانه دروازه یه اشاره میخواستین توپ اما کسی توپو گل نکرد. واریا غفوری ارسال بلند او روی محوطه پرسپولیس. این ضربه سر رادوشویچ میگیره توپو.
تو سمت راست یه فرار عالی، ارسالشون انجام میدن، این دفعه توپ و کورنر. گلزن بلفتره آبی ها در این فصل لیگ برتر فوتبال ایران در آزمونی سخت. جانشین بیرانوند در قاب دروازه پرسپولیس هم همینطور. کدام یک موفق خواهند بود؟ یا بات میزنه و گل اول. استقلال به دروازه پرسپولیس میرسه و رادوشویچ حتی خلاف جهت حرکت کرد. احمد نوراللهی و پنالتی اول پرسپولیس. سید حسین حسینی در دروازه استقلال. احمد نور قرمزها چگونه پنالتی خواهد زد؟ نوراللهی، احمد نوراللهی میگیره توپو، میگیره حسینی پنالتی پرسپولیس رو گرفت. 1-1 در پنالتی ها به نفع استقلال. بازوبند استقلالی ها بر بازوی واریا غفوری بسته شده. سرگروه استقلال چگونه میزنه؟ رادوشویچ میتونه پرسپولیس رو احیا کنه. واریا غفوری، هربجی کارد، واریا غفوری میزنه و گل. 2-0 استقلال در ضربات پنالتی و کرد غیور آبی هاست که دروازه رو باز میکنه. خب بازوبند پرسپولیس و علی شاه بست. او پشت توپه در مستطیل سبز آزادی. حسینی در دروازه است. امید میشه برای پرسپولیسی ها علی شاه یا نه؟ علی شاه عالی میزنه. 2-1. او حالا خلاف جهت زد. حسینی رو تسلیم کرد. خیلی شرایط سخت واقعا. میلیچ چپا و گل سوم استقلال. اونا 3 پنالتی 3 گل، پرسپولیس 2 پنالتی 1شو گل کرده و سومی رو باید بزنه. میلیچ به وسط زد. اوساگونا نشون میده چه خریدیه برای پرسپولیس. اوساگونا رفت برای همیشه. اگه گل بکنه تموم میکنه کارو. ارسلان مطهری، امیر ارسلان مطهری و گل! استقلال بدون توقف در راه فتح جام. تراکتور آماده باش که این استقلال آماده. اژدهایی که خفته بود و بیدار شد. استقلال در فینال. ارسلان مطهری تمومش میکنه. گل برتری و میزنه و تمام. فاتح دربی حذفی استقلاله و پرسپولیس دستش از جام در جام حذفی باز موند و استقلال امید داره به فتح جام.